30 تیر 1367 ساعت 1 ظهر یه دونه سکه تمامه با این چیرا میدادن 10,000 تومان. ساعت 2 اخبار اعلام میکنه ایران قطعنامه 598 را پذیرفت. حجت پناه. دقایقی بعد 3 تا سکه را میدادن 10,000 تومان. خیلی ها سکته کردن، خیلی ها دچار حمله قلبی شدن، خیلی ها اعلام ورشکستگی کردن و خیلی اتفاقات دیگه. اما یه عده صبوری کردن. به 6 ماه نرسید، یه چیزی همین حدود، حالا یکم کم زیاد، دوباره قیمت به قیمت قبل از توافق و قطعنامه برگشت و همون سکه شد دونه 10,000 تومان و دوره رشدش ادامه داد. این خاصیت بازار هاست. مارکت ها قیمتاشون قابلیت چسبندگی دارن. وقتی یه قیمت رو میبینن دوباره اون قیمت رو تاچ میکنن، حتی اگر اصلاح عمیقی بدن. اینو برای کسایی میگم که نگران شنبه های مذاکرات هستن و فکر میکنن انشاءالله اگر توافقی اتفاق بیفته با اونایی که رو طلا سرمایه گذاری کردن ضرر میکنن. اصلا نگران نباشید. بازارها دوباره قیمت‌های قبلی خودشون رو پیدا میکنن. بازار به کسایی نون میده که صبور باشن. مخلص.